سلام و درود. خیلی خوش اومدید به این ویدیو و اولین ویدیو کانال من. خب توی این ویدیو اومدیم که صحنه‌های حذف شده از سریال افسانه جموم رو برای شما به نمایش بذاریم و ببینید که صحنه‌های حذف شده سریال افسانه جموم رو ببینید. خب اولین صحنه که در مورد این دختره بویونگه که بویونگ اول یه خدمتکار توی دربار همون بانو یونیول و اینا بوده. خب توی این صحنه که بویونگ برده این ارباب است، این اربابه بهش میگه که تو نمیدونم توی قصد دکتر بودی و پزشکی بلدی و میتونی که منو درمون کنی. و اینجا خب میبینید که به زور بویونگ رو میاره کنار خودش میشینه تا کارهای بد باهاش بکنه که اینجا این دستیار خدمتکار این اربابی میاد و بویونگ رو نجات میده. توی این قسمت بویونگ خیلی شانس میاره که این پسره میاد و میره از اونجا. خب توی صحنه دوم جناب جمونگ رو میبینید که با 2 دختر توی این جاهای قدیمی که مثل نمیدونم کارونسراس، هرانسراس چیه، مثل اینا نشسته و با 2 دختر داره خوشو بش میکنه و اینطوری دیگه. خودتون ببینید. خب میبینید که توی همین صحنه ها هست که این ماری و این یاروی نمیدونم اسمش چی بود، همون که محافظ ارباب اون تابال بود، اونم جمونگ رو به همراه این دختر میبینه و اینطوری دیگه. خیلی این ماری که به اصطلاح محافظ جناب جمونگ بود خیلی ازش ناامید میشه. خب صحنه بعدی این صحنه است که جمونگ از خواب بلند میشه و با همون یکی از دختراست که خوابیده شب و صبح پا میشه و میگه خواب دیده که تو خواب پدرش رو دیده، این جنرال هموسو رو دیده. خب خیلی ناراحت میشه و گریه میکنه. بعدن که دختر پا میشه میگه گریه چی گریه نمیکنم. بعدن دختر رو هول میده و میگه از اینجا برو. دختر هم به جمونگ میگه که نکنه واقعا باورت شده که شاهزاده ای. و بعدن هم دختره با همین لباسو میره از اونجا. جمونگ کمی چیزا رو به هم دیگه پرت و پلا میکنه و از اونجا میره. این بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لطفا لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، بدرود.